جنازه کیست؟ تو نمیشرمی او رو شهید میگی؟ کسی که در میدان قمار کشته شده او رو شهید گفته میشه. او خو یک شرابی، یک تابلت خور، او را خو ما میشناختم. قماندان امیل بغلان بود. یک آدم بی نسب، یک آدم فاشست، یک آدم بی سواد، بی منطق، ظالم، بدبخت دزد از تیل موتر دوزی میکرد. اونمو با وجود از که قماندان بود، سربازای خیالی داشت. او را در میدان قمار کشته شود، باش ما او را شهید بگویم که باش تازی ها خوش شود. ما چی کچه را بگویم میشه؟ گناه داره. شهید کسی است که به خاطر عدالت، شهید کسی است که به خاطر وطن، شهید کسی است که به خاطر ارزش‌های مسلمان ها کشته شود. شهید کسی نیست که در میدان قمار کشته شود. ما که تیر ما را آوردیم اونجا پوست ماندیم، دعا برش کردیم، به این مانا نیست که ما کل چیز نمیفهمیم. او را به خاطر حسن نیت کردم، به خاطر از این کردم گفتم شاید شما انسان شوید، ولی شما بی عزت مردم تصاویر نغمه را بالا کردین، توهین کردین. تصاویر غنی را بالا کردین، توهین کردین. به زور عزت میخوایی؟ به زور میخوایی جنازت گران شود؟ نمیشه بیادر، نمیشه. اگر شما واقعا شیر آدم هم میخوردین، هیچگاه یک کسی را که در میدان قمار کشته شده او را شهید شما باید یاد نمیکردین. شما اگر شیر آدم هم میخوردین، یک کسی را که تمام عمر بچه بازی کرد، دزدی کرد، پلیتای مردم و موبایلای مردم دزدی کرد، بچهای مردم رقصان، او را هیچگاه شما مارشال نمیگفتین. شما آدم نیستین. اگر واقعا